بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و موضوعی که ما قرار داریم این مخرج حرف ها می باشد و درس امروزه مخرج حرف های ظا، ذال و ث. مخرج حرف ظا نوک زبان در بین دندان های پیش گذاشته می شود. هنگام تلفظ این حرف زبان به دندان های پیش بالا پخش کرده می شود و قفای زبان به بالا برداشته می شود. این حرف صفت استعلا را دارد، یعنی قفس خوانده می شود. ببینید دوستان، در رسم نوک زبان در بین دندان ها گذاشته می شود و قفای زبان برداشته می شود و هنگام تلفظ زبان به دندان های بالا پخش کرده می شود. مثال ها را می خونیم. ظا، اگر قفای زبان را نبرداریم ذ باریک تلفظ می شود. به این سبب قفای زبان را باید برداریم تا که این حرف قفس تلفظ شود. ظا، ظی، ذو، اظ، اذ، اوذ، عظم، يعظم، ظفر، ظفر، ظلف، ظاهر، حافظ، عظيم، نظم، ضمر، أظفر، مظفر، نظر، ينظر، انتظم، ينتظم، استعظم، يستعظم، استظلم، يستظلم. میگذاریم به حرف بعدی. مخرج حرف ذال نوک زبان در بین دندانهای پیش گذاشته می شود. هنگام تلفظ این حرف زبان به دندانهای پیش بالا پخش کرده می شود و قفای زبان به بالا برداشته نمی شود. ببینید دوستان، به مثل مخرج حرف ظا هست، نوک زبان را در بین دندان ها می گذاریم و فقط در اینجا قفای زبان برداشته نمی شود، برای خاطری که این حرف استفاله است، باریک خوانده می شود. ذ حرف ظا باشد، ببینید قفای زبان را می برداریم، ظا قفس تلفظ می شود. این باشد ذ. بیایید اکنون مثال ها را می خونیم. ذ، ذی، ذو، از، اذ، اذ، کذب، یکذب، ذهب، ذهب، ذبح، ذاق، یذوق، ذیق، خذ، منذ، بذل، ذکر، ذهن، ذق، إذن، مذهب، ذهل، يذهل، بذل، يبذل. میگذاریم به حرف بعدی. مخرج حرف ث نوک زبان در بین دندانهای پیش گذاشته می شود. هنگام تلفظ این حرف زبان به دندانهای پیش بالا پخش کرده می شود، به مانند مخرج حرف ظا و حرف ذال. یعنی نوک زبان را در بین دندانها می گذاریم و هنگام تلفظ نوک زبان به دندانهای پیش بالا پخش کرده می شود. ث، سی،
ثو أث إث أث أثر يؤثر ثم ثب ثب ثالث ثيق ثوق بث ثمن ثمر مثل مثل كوثر أكثر يكثر أثبت يثبت استكثر يستكثر. سوالها برای سنجش: یکم، مخرج حرفهای ظا، ذل و ث کجاست؟ دوم، کدام از این حرفها صفت استعلا را دارد؟ سیوم، هنگام تلفظ حرف استعلا زبان در کدام حالت است؟ وظیفه خانگی: مثالهای حرفهای گذشته را حداقل 3 مرتبه خواند و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.